همچنین زن در سخنهای بد و افعال بعدش نباید ناراحت کنه شوهر خود را، اذیت ندهد. بعضی زنها هستند که شوهرها را اذیت میدهند. پس زنی عاقله صالحه زنی هست که اگر از خداوند رضایتی، یعنی راضی خداوند را اگر میخواهد، باید اطاعت شوهر را کند در آن امور، در آن یعنی امرهایی که کارهایی که رضایت پروردگار باشد، این مقصد گناه نباشد. این زن عاقله همین است، یعنی هر چی که شوهر میفرماید باید گوش کند. ولا تؤذیه فی اقوالها و افعالها. و همچنین زن در سخنهای بد و افعال بعدش نباید ناراحت کنه شوهر خود را، اذیت ندهد. بعضی زنها هستند که شوهرها را اذیت میدهند، آزار میدهند با سخنهای